روز تولد پیامبر علیه السلام مرادف با روز وفات است. دوشنبه تولد و دوشنبه چیست؟ وفات. روز وفات چطور است؟ بزرگترین مصیبت، و مصیبتی که صحابه عقل خود گم میکنه. عمر واری شخصیت میگه کسی که گفت که پیغمبر وفات کرده من گردنش به شمشیر میزنم. و یک آواز شیطان که نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام از دنیا رفت، صحابه شمشیرها از دستش میگیرن. مصیبتی بزرگ، قدر و قیمتی وجودی پیغمبر علیه السلام صحابه درک کرده بود. تو که در اوتلا جشن میگیری، از هر طرف گوشت و پلو برات میرسه، اظهار خوشحالی و تولد پیغمبر میکنی. و وفات پیغمبر هم نظر کرده. جناب محترم، تو روز تولد هم نگرفته ای. روز تولد 12 ربیع الاول میگی، تو را بالله قسم چقدر اختلاف علماست که روز تولد 12 ربیع الاول است، 9 ربیع الاول است. آنقدر اختلاف است سلف تا آلی را اتفاق نکرده که روز تولد کدام است، بلکه نظر به حساب شمسی و میلادی روز تولد 9 ربیع الاول ثابت میشه. جناب محترم، تو روز دوشنبه را فراموش کردی، روز 12 ربیع الاول میگی که اظهار خوشی میکنی. چقدر خوب. جناب تفسیر میفهمی یا نه؟ کدام کتاب تفسیر امرای تست یا نه؟ یگام تو چی میگه؟ کار بد خو نیست. اینا اینمی تجلیل کردن از میلاد النبی صلی الله علیه و مولد النبی، روز تولد رسول الله صلی الله علیه و میلاد رسول الله صلی الله علیه و. خب از نگاه تاریخی اینا با ما شمایی رسیدگی است که رسول الله صلی الله علیه و به نگاه میلادی در 571 میلادی تولد شد. 571 حال 2015 است. و این کدام روز بود؟ روز 12، بعضی میگن 9، بعضی میگن 10، بعضی میگن 11، 12 و اکثریت 12 ربیع الاول. فعلا ما شما در 7 ربیع الاول قرار داریم. در اکثریت سرزمین های اسلامی از این روز از اول ربیع الاول شروع میشه تجلیل میلاد. رسول الله صلی الله علیه و روز تولدش نزدیک است دیگه، شروع است مجلس ها و خواندن ها و شعر و شاعری و پلاو و چلاو. یک حال است. از اول 12 حال هفتم از اول شروع میکنه. با 12 دیگه بیخی حتی حکومت ها و کلش میان و میشینن و گپ میزنن و رخصت میکنن این روز و ساتیری میکنن، لباسای خوب هم میپوشن، یا خوشحالت یک روز جشن میگیرن. مثل که روز تولد مسیح عیسویان میکنن یا میتونن. اینا ما شما را ببینیم که آیا اینمی عمل مشروع است در اسلام است یا نه، حکمش چیست قبلا نظر به او دلایلی که ما براتون گفتیم.